$82 که میشه در 5780 آقانی 128 جی بی 4 جی بی رم یک سیم کارت 5000 میش بتری 22 الترا رو دیگه 512 جی بی رو براتون میمونه 512 جی بی 12 جی بی رم یک سیم سپورت در بازار از دیگه 380 390 و برای شما دیگه به احترام شما $370 همین نرخ نیاهیشه که در 512 شه 512 جی بی شه که البته در بازار 256 جی بی در این نرخ است ثابت که باشه قلم اصلی با ضمانت که یک سال واترپروف با ضمانت دیگه $54 است که خریدن خیلی سمیره نرخش بگوین چی مشکل داره 128 جی بی 8 جی بی رم یک سیم سپورت داره که استفاده امریکایی می باشه خارجی که در کندیشن میبینید که فکر کنم میرم ما امروز برنامه داشتیم 11400 تقریبا همین شاید یعنی یادم نرفت همین رو خواهش است ولی S22 پلاس در سه نوع رنگ است S22 پلاس 256 جی بی افزار داره 8 جی بی رم یک سیم کارت در استفاده خارج اوریجینال واترپروف است خب $75 در نرخ درست حساب کنیم برای شما میشه 5300 آقانی کدام مدل بود مدل A23 128 جی بی 4 جی بی رم یک سیم کارت بله 256 جی بی 12 جی بی رم یک سیم کارت 4000 مش بطری قلم اصلی خب قلم اصلی در یک قلم ازی فکر کنین $30 $40 می باشه که در باز بله قلمش اصلی با ضمانت هموطنان عزیزم سلام انشالله که جور و صحتمند و عافیت باشین ما آمدیم تا دومین نمایندگی الخلیج موبایل را در خیرخواه مارکت که کمپلکس برش میگن در جاده نادر پشتون کابل به تصویر بکشیم فروشگاهی که تازه ساخته شده است اما منزل دویش که است مکمل مربوط موبایل فروش ها میشه که خوشبختانه یکی از نمایندگی های الخلیج موبایل در اینجا موقعیت داره که انشالله نمبر دکانش هم است F2094 از این رازی نگاکا که ببینین حتما پیدا میکنین شه آمدیم تا نرخای اینجا هم بر شما خوبان اولا باید مدلایش به تصویر بکشیم انشالله هر مدلی که ضرورت باشه مخصوصا بیشتر سامسونگ است بر شما خوبان به تصویر میکشیم چند مدل به تخفیف میگیریم و ناگفته نمونه که نرخا خیلی نرخای پایین است اگر ما در فروشگاه مرکزیش بریم اگر در داودزایی بریم که هفته گذشته داشتیم که انشالله در هفته پیش رو هم یک برنامه از اونا می داشته باشیم بیاین که امروز ببینیم در نمایندگی کمپلکس یا خیرخواه مارکت کدام مدل های سامسونگ با کدام نرخ کدام کیفیت پیدا میشه سلام برسه براتون خوب هستین و علیکم السلام بیادر جان جور هستین بخیر بخیر باشین تشکر اول خود معرفی کنین اسم من عبدالصبور است یکی از دکاندارهای نو خیرخواه مارکت نمایندگی الخلیج ولایت کابل بسیار خوب کدام مدل ها است قرار است کدام مدل ها در برنامه داشته باشیم فعلا دیگه انواع مدل های سامسونگ فعلا زیاد داریم چند مدلش اخو نام بگی برام مدل های S22 الترا 23 الترا نوت 10 پلاس مدل های کوچک دیگه A24 A23 A15 است یعنی مدل های چیش است خوب است کمی در مورد کیفیتش هم بگو مدل های کیفیت دیگه مدل های بالا یا پایین‌تر هر مدلش که باشه از لحاظ کیفیت امی مدل موبایل ها برام بگو مدل های دیگه S22 الترا است که فعلا ما داریم 256 جی بی هم داریم 512 جی بی هم است یک سیم کارت دو سیم کارت و کیفیت خوب پلاس و کوالیتیشون دیگه پاک صفای استفاده خارجی می خب ضمانت دیگه از اصلی بودن جنس دیگه خاطرتان جمع باشه از اصلی بودن جنس در بیل برتون نوشته میکنیم یک سال دو سال ضمانت خیلی خوب است ان شاء الله دیگه قصار میمانیم از کدام مدل برای ما شروع میکنیم مدل ها دیگه شروع میکنیم از بالاتر دیگه 22 الترا که 512 جی بی 256 جی بی داریم این مدل است بسیار خوب میبینید شما هم تو پلاس پاک صفا 512 جی بی افزار داره 12 جی بی رم است یک سیم کارت هم تو پلاس پاک صفا کاندیشن قلم کمپانی با از گرفته و مشتری تسلیم میکنه ولی بسیار خوب
دیگه این 256 جی بی است، 12 جی بی رم، یک سیم کارت و ای سیم سپورت هم داره با دو سیم کارت هم موجود است فعلا. فعلا پشمانید با در نمایندگی موبایل سنتر و بله پیدا میشه. در کدام جنس ها برای ما قیمت میگویید نرخایش تخفیف میدید؟ تخفیف دیگه میکنیم دیگه فعلا یا مدلای کوچیک دیگه دوچی میمونیم در زیر نظر میمونیم مدلای فعلا دیگه. هنوز یک مدل از این بالا هم برای ما بانه 22 الترا دیگه 512 جی بی براتون میمونه. 512 جی بی 12 جی بی رم، یک سیم، یک سیم سپورت در بازار از دیگه 380 390 و برای شما دیگه به احترام شما $370 همین نرخ نیاهیشه که در 512 شه 512 جی بی شه که البته در بازار 256 جی بی در این نرخ است ثابت که باشه قلم اصلی با ضمانت که یک سال واترپروف با ضمانت دیگه و 256 جی بی شه دیگه بر شما میمونیم یک سیم یک سیم سپورت باشه $345 $345 که امروز به افغانی چقدر خواهد شود؟ $345 در نرخ روز دیگه ما بزنیم امروز دلار است 345 ضرب 750 ضرب بزنید 24300 حوالی میشه. بسیار خوب است. این هموطنان عزیز شما میتونید که به این نرخ با یک تخفیف خاص از نمایندگی الخلیج موبایل در نوع خیرخواه با اینمی نرخ که شاید داغدارش هم 512 در این نرخ بتن 20000 21000 تقریبا بله همین. خیلی خوب است. مدل‌های بعدی رو برای ما بیارید. مدل‌های بعدی دیگه مدل‌های کوچک میاریم A24 است 128 جی بی افزا داره 4 جی بی رم است یک سیم کارت استفاده خارج در کندیشن دیگه تقریبا نو گفته میشه پاک صفا کاور چنج و عزیز دیگه نگاه خاطر جمع باشه از مشتری بله دیگه مدل است A23 است در 3 نوع رنگ است 128 جی بی افزا داره 4 جی بی رم است این شما دیده میتونید 128 جی بی 4 جی بی رم یک سیم کارت استفاده خارج دیگه در حد نه کاور چنج و چیزا دیگه نیست استفاده خارجی می یار نرخشان میگی دیگه برای در نرخ دیگه کلا دیگه مدل رو گفته نمیتونی خیر مشکل نیست حالا شما خواهش کنید دیگه در نرخ هم اگه بر شما حساب کنیم $75 می یا بله $75 در نیای نرخ هم آخرین حساب کنیم که در پرشن در نرخ هم البته $75 در نرخ روز حساب کنیم بر شما میشه 5300 افغانی. کدام مدل بود؟ مدل A23 128 جی بی 4 جی بی رم یک سیم کارت بله خیلی خوب است. این هموطنان عزیز خیلی نرخ‌ها مناسب است. باز چیزایی را که ما نرخش نگفتیم با واتساپ زیار اضافه میکنیم از همین فروشگاه چون که هر فروشگاه الخلیج موبایل که ما برنامه کاتش میگیریم واتساپش اضافه میکنیم باز امو جنس که ما نرخش نگفته بودیم نرخش باز براتون میگویند با می تخفیف البته چون که یک مشکلی که هست ای که ماشاءالله مشتری های عمده بیشتر داره الخلیج موبایل گفت باز کسایی که موبایل فروش هستن شکایت میکنن اما ما تلاش میکنیم که یک سلسله مدل ها را بخصوصی برنامه اول از باید یک ذره تخفیف ها رو بیشتر بتن باز دیگه برنامه کمتر تخفیف ها چرا نه کدام مدل دیگه M33 بر شما دیگه میتونیم 128 جی بی 6 جی بی رم 2 سیم کارت در حد دیگه نه دیگه 3 رنگ داره یعنی 3 رنگ دیگه 3 رنگ داره بله 3 رنگ داره دیده میتونی 128 جی بی 2 سیم کارت رمش چقدر رمش 6 جی بی رم 5000 مش باتری داره بله یه بر شما تخفیف میتیم که یعنی $85 در نرخ عمده است و خیره که شما گفتین که در دکان مارکت نه است بر شما میتیم $80 $80 به روی شما کم بسیار خوب است که چند میشه $80 بر شما میشه دیگه 70 و 50 5650 افغانی 5600 دیگه هم تخفیف 5600 5600 خیلی خوب است. اینا فکر کنین که موبایلی که دیگه جای 6000 7000 است شما 5400 رو 5600 گرفتم 5600 افغانی خیلی خوب است. دیگه کدام مدل دیگه مدل از دیگه S13 4G که خیلی مردم میگه که ارزان بای باشه و چی باشه خب اوریجینال باشه S13 64 جی بی افزا داره 4 جی بی رم 2 سیم کارت 5000 مش باتری دیگه در حد نو است کارچین چیزا نیست با می خانه خو خیلی خوب است در خانه باتریش چارج شام خیلی قویه بله در فامیل محترم خیلی چیزای خوب است که بر شما میشه در بازار ما میفروشه $70 در نرخ عمده با عمده البته خب هم برای احترام شما $65 و روی گل شما $5 دیگه هم تخفیف چند شوه به نرخ امروز 65 ضربه بر شما میشه 4580 افغانی 4580 روپیه فکر کنم وطنای عزیز کسایی که گوشی مطمئن‌تر که واتساپ و همه چیز برشان کار بده که باز
اذیتتان نکنه یک سال 2 سال استفاده کردین باز اندروید از پایان به کار نکنه از این گوشی کار نرخش مناسب است میتونین انتخاب بکنین ببرین به خانه بانین خیلی هم گوشی صدره است هم ثابت است اصلی و ضمانت است بس بسیار خوب کدام مدل دیگه رو ببینیم دیگه مدل ها دیگه در اس بی ام S22 پلاس است S22 پلاس در سه رنگ است S22 پلاس 256 جی بی افزار داره 8 جی بی رم یک سیم کارت در استفاده خارج اوریجینال واتر پروف است خوب بله واتر پروف بله یارم نرخ نمیگی برام نه دیگه فعلا دیگه فعلا نرخش پیام کنه سایز نرخ از یا محرم است بله محرم خب بریم طرف از 21 S21 الترا S21 الترا داریم 128 جی بی هم داریم 256 جی بی داریم 512 جی بی 16 جی بی رمش هم داریم یک سیم سپورت همین 16 جی بی رمش چند میاد قیمت 512 فکر کنم گرچند که مشتری خاص داره و خود برای خود بخصوصا کسایی که با گیم فکر کنم استفاده کنن با می 512 جی بی 16 جی بی رم انتخاب بکنن همین نرخش اگه محرم باشه چطور اگه واتساپ مسیج کنه خوبتر میشه سایز برای نرخ نگفت مشکل باز در نرخ نهایی برشون حساب میکنه و اینیا 20 پلاس است یا 20 سال یا S25G است خوب S25G 128 جی بی افزار داره 12 جی بی رم اوریجینال کاور با ضمانت استفاده خارجی بسیار خوب بله خود کاندیشن دیگه هم تو A+ است که میتونن که شما از نمایندگی یا نرخ نداره نه دیگه فعلا دیگه باز خیر با واتر پروف از یا واتر پروف است بله ضمانتی است ضمانتی واش شدنش است دیگه البته بله واش شدن ضمانت داره بسیار خوب است دیگه S20 پلاس است دو نوع رنگ داره 256 جی بی امی دو رنگ داره دو رنگ خیلی رنگ زیاد داره فعلا داریم فعلا همین دو رنگ چی کردیم 256 جی بی 12 جی بی رم یک سیم کارت 4000 مهر بطری S20 پلاس در کیفیت خیلی بالا که 3 زوم کامera داره فعلا دیگه دمیم چی بازار اینی خیلی کیفیت بالا داره دمین داره خوب است کامرایشان هم خوب است و از نوت چی داری از نوت دیگه نوت 10 پلاس داریم نوت 10 پلاس قلم‌های اصلی 256 جی بی 12 جی بی رم دو سیم کارت چیزای کوریایی هستن کوریایی استفاده خارجی است بله از ما فعلا دیگه استفاده داخلی استفاده چیا نداریم از ما کلا الحمدلله خارجی است یارا ما در تخفیف مانده بودیم و 10 ساده شه به 9400 و پلاس شه به 12500 فکر کنم 12500 همین نرخ جام اینا دیگه البته همین در خواهش است شاید از اینکه شیام باشه ولی ارزان تر میشه خب سایز با شما آمدین کمی دیگه هم بگوین شما دکان شما نو از تخفیف از بیشتر بکنن بر شما خب دیگه از نوت دیگه کدام مدل داری دیگه نوت 20 الترا داری 20 الترا ایش داری نوت 20 الترا 256 جی بی 12 جی بی رم یک سیم کارت 4000 مهر بطری قلم اصلی خب قلم اصلی است یک قلم ازی فکر کنین $30 $40 می باشه که در باز ولی قلمش اصلی با ضمانت است یعنی چی بفهمن تفاوت قلم اصلی و قلم اصلی و بدل که قلم اصلی باشه همین عکس میگیره یک در 5 متری در 6 متری بانین عکس میگیره فاصله دور عکس میگیره قلم بدل باز عکس نمیگیره خالی کار میته باز عکس نمیگیره خیلی خوب است این هموطنان عزیز تفاوت قلم هم فهمیدیم بله اینی مدل ها نگفتی برای ما مدل H42 128 جی بی افزار داره 4 جی بی رم یک سیم کارت 5000 مهر بطری خیلی بالا کیفیت داره تقریبا دیگه مدل های S10 و S8 و S9 واری کیفیت کامرش بالاتر داره خیلی از بتین برشان موبایل مشکل نداره مشکل نیست باز یک کامرای کیفیتش هم با چک کردن میتونید H42 5G 128 جی بی 4 جی بی رم یک سیم 5000 مهر بطری در کیفیت خیلی بالا بله چند گفتی نرخ زیرا نرخ زیرا دیگه هم خیر محرم باشه خب یا محرم باشه این زیاد شده محرم موندی دمی بارامت یک دو سه مدل بسه باز دیگه خیر است همین مدل هم بگوین فکر کنم که اونقدر قیمت بلند ندارن ولی خب خیره بر شما میتیم $82 که میشه در 5780 آقانی 128 جی بی 4 جی بی رم یک سیم کارت 5000 مهر بطری خب کدام از ای 15 و 16 و 14 یارم داریم بله A15 128 جی بی افزار 6 جی بی رم یک سیم کارت 5000 مهر بطری استفاده خارجی رفرش از رفرش بدن دیگه خاطر مشتری 4 از رمشان 6 جی بی رم 6 از رمشان 6 جی بی رم 128 جی بی 6 جی بی رم یک سیم کارت که استفاده خارجی می باشه دسته نو رنگ این نرخ داره نداره این هم دیگه خیره دیگه معذرت میخوایم شما بسیار خوب است کدام مدل دیگر برای ما نشان میدی
50 55 54 53 56 53 128 جی بی 6 جی بی رم دو سیم کارت 5000 میش بتری. این نرخش بگو برشان. در نرخ یک سیم کارت هم داره فکر کنم دو سیم کارت. یا دو سیم کارت. یا دو سیم کارتش است. 128 جی بی 6 جی بی رم دو سیم کارت 5000 میش بتریش است که استفاده خارجی اروپایی می باشه یا باز. دو سیم کارت. یارو دا چند گرفته میدونن؟ یارو باز در واتساپ و چی کنن؟ نه با تماش خیره تو حالا باز میشتره عمده ما باز خفه میشه که زیاد نرخ بده. یعنی دیگه هم نرخ نمیگی. اما یک چیزی رو براتون نشون بدم هموطنان عزیز که اینمی چه شد این یک سلسله اینمی پلاستیکایی که از کمپانی خودشانه است. ببینین به خاطر ثابت بودن جنس براتون میگیم که خیلی ستره موبایل ها هستن اما کارکردشان خیلی خوب است. بله. حالا کدام مدل دیگر در آخر برنامه برای ما نرخ میگویی؟ در نرخ بگیم 55 کشیدی؟ 54 است که خریدن. خیلی سمیر نرخش بگیم چی مشکل داره؟ 128 جی بی 8 جی بی رم یک سیم سپورت داره که استفاده امریکایی می باشه خارجی که در کندیشن میبینید که فکر کنم میرم ما امروز برنامه داشتیم 11400 تقریبا همین شاید یعنی آدم نرفت همین رو خواهش است ولی در بازار هموطنان عزیز حداقلش 12500 13000 بالا همین رو خواهش است 128 از باز 256 کم شده در بازار حالا که کم زر کم یافته است در استفاده خارجی بگیرین کم زر کم استفاده داخلی باز زیادتره 55 56 یا شده 55 برای 56 تا ولی استفاده زیادتر نموده در استفاده خارجی که یوزش بیارین یوزش اوریجینال بیاریم که باز ان شاء الله خیلی خوب است بس شان است موقع والا فعلا دیگه بس شان است هموطنان عزیز این بود برنامه ما از نوی خیرخواه مارکت نمایندگی الخلیج که مدل‌های سامسونگ هم مدل‌های مختلفش به شما خوبان به تصویر کشیدیم و چند مدلی که زور ما کشید و به شما خوبان به تخفیف ماندیم و به اساس قرار برنامه قبلی ما هر مدلی را که بیشتر کامنت باندین باز ما تلاش میکنیم که اون مدل‌ها را در تخفیف نرخ‌هایش براتون بگوییم اما شما برین بازار را بگردین پرسان بکنین نرخ‌ها را کیفیت‌ها را ببینین باز بیاین ارزان ترینش با کیفیتش باز با تخفیف خاص از الخلیج موبایل به دست بیارین خوشبختانه که شما اگر در دوزه هم برین نمایندگی الخلیج با امید نرخ‌ها و تخفیف‌ها است که ما ان شاء الله تلاش میکنیم هر هفته برنامه با ایشان داشته باشیم اگر با موبایل سنتر هم رفتین اموجه هم است و اگر با نوی خیرخواه آمدین ان شاء الله که نرخ‌ها مناسب‌تر و خوبتر است شما میتونین که فقط اگر باز دولایات دور کار داشتن چطور میشه؟ ولی دور باز مشکل نیست و چی داریم اگر کدام نفر اینجا داشته باشه و چی داشته باشه برش تسلیم میکنیم مثلا یک تا کار داشته باشه یا یک دکاندار است تعداد زیادتر والا فعلا دیگه چی دلیوری نداره خو ان شاء الله در بارم باز چی میکنیم که در بارم یک چی کنیم که جورش کنیم که در دلیوری چی دولتی هم برشون اجرا کنیم نه ان شاء الله دیگه بخشا از باشید شما هماهنگی بکنین ما واتساپ اضافه میکنم واتساپ همین فروشگاه را دیگه ان شاء الله باز تنظیم بکنین برای هموطنان ان شاء الله میتونیم میکنیم بله خیلی خوب بس تشکر کدام حرف پیام گفتنی بس چیز دیگه نه بس مشتری هستن بس دیگه چیزی نه بس هر جا که باشین خوشحال باشین از هموطنان و خاص کار من مسافرها که هر جا باشن که کامیاب و موفق باشن تشکر سلامت باشن هموطنان عزیزی بود برنامه ما امیدوار هستیم که یک برنامه خوبی تو براتون بوده باشه و ناگفتنمونه که اولین برنامه ما از نوی خیرخواه است و امیدوار هستم که یک برنامه امیدوار کننده براتون باشه و بیاین سر بزنین به نوی خیرخواه و جنس ها رو هم ببینین در الخلیج موبایل و از تخفیف های خوبتر و ارزانترش شما خوبان مستفید شوین ناگفته نمونه که نرخ عمدهشان هم عمده است نرخ پرچون هم عمده است این نرخ ارزان با این کوالیتی در شاید بیشترین جای قابل بگردین پیدا کردن نتونین تا بعد خداوند حافظ و نگهدار همه تان.